نیسان با خانواده‌اش حرف زدم. گفتم باید چند ساعت دیگه اینجا باشن تا یکی دو تا آزمایش دیگه بگیریم. خلاصه یه چرت و پرتی گفتم. نیسان 2 ساعت وقت داریم. به پسره بگو بره، خداحافظی کنه و بذاره بره، تموم شد. آخه دکتر نیسان الان راجع به این قضیه حرف نزدیم ها؟ چرا؟ درسته حرف زدیم، ولی دکتر باور کنین خیلی همدیگه رو دوست دارن، حتی حاضرن به خاطر همدیگه جونشونم بدن. به هر حال شما اینا رو به من گفتین، من رفتم اتاقشون، سعی کردم باهاشون حرف بزنم، گفتم جمال باید بذاری بری، ولی نمیره، دلش نمیاد. خب چی باید بگم؟ ببین بعضی وقتا نمیشه کاری کرد، ما حق نداریم دخالت کنیم، نمیشه. یه سوال ازتون دارم. باشه بپرس. شما اگه میفهمیدین دختریو که دوست دارین به زور میخوان بدن به یه پسر دیگه، تنهاش میذاشتی؟ نیسان سوال مسخره نپرس، من خر نمیشم. آدم عشقشو تنها نمیذاره، فهمیدین؟ اینا رو یاد بگیرین. ادامش؟ وقتی آدم کسیو که از ته دلش دوست داره محکم نچسبه و همش دست رو دست بذاره، یکی دیگه میاد عشقشو برمیداره میره، بعدش هم مجبور میشه این کارای مسخره رو بکنه. ها؟ آقای دکتر، بله؟ مسکه خانم اومدن، میخوان شما رو ببینن. باشه بگو داره میاد. چشم. نیسان به جمال بگو زودتر از اینجا بره، باشه؟ نیسان به هم قول بده. نیسان قول دادی یا؟ آقای دکتر با خانوادتون حرف زده، اصلا جلوشون تابلو نکرده. خلاصه فقط 1-2 ساعت وقت داریم. یه کاری میکنم سلوی جون، من از این اتاق میرم بیرون. بیشتر از اینم اصرار نکنین چون کمکی ازم بر نمیاد. اوکی؟ ولی نمیشه که اینو بهتون نگم. یعنی از این اتاق که میرین بیرون بپیچین سمت چپ تا انتهای راه رو برین. از اونجا میرسین به در پشتی. از در پشتی که حدوداً 2 دقیقه پیاده روی کنین میرسین به خیابون. ولی من اینا رو نمیتونم بهتون بگم، من حق ندارم اینا رو بهتون بگم. میدونین چرا؟ چون به آقای دکتر قول دادم اگه بشنوه من کمکتون کردم منو میکشه. واسه همین من نمیتونم کمکی بکنم. خب من الان میرم بیرون، چیزی هم که به شما نگفتم. هر لحظه هم نمیتونم کنترلتون کنم، ولی شما باید عجله کنین و سریع فرار کنین چون وقت زیادی ندارین. راستی اینم بگم جمال، ببین بابای دختر شوخی حالیش نیست، اسلحه داره، اگه مشتون رو بگیره کلا رمانتیک بازی رو میذارین کنار چون وقت این چیزا نیست. ببخشید سلوی جون، ولی هیچ کس ارزش اینو نداره که جونشو واسش بدی. خانم دکتر اگه اونا اسلحه دارن منم دارم، همراهم آوردم، گفتم شاید لازم بشه. اون چیه؟ اونو زوده، بذار تو جیبت، بذارش تو جیبت، زود باش، من اینو ندیده میگیرم. نه ترسین، من واسه چیز آوردمش. اگه سلوی رو به من ندن میخوام خودکشی کنم. پسر جون بذارش تو جیبت، زود. حرف گوش کنین، منو پشیمون نکنین، زود باش ببینم. خدا بگم چی کارم کنه، باز خودمو درگیر اسلحه کشی بقیه کردم. گوش کنین، من بهتون اعتماد کردم، پشیمونم نکنین باشه؟ به هیچ عنوان اون اسلحه رو در نمیاری. قول بده. باشه قول. گوش کنین، منو پشیمون نکنین. من الان میرم بیرون، من هیچی نشنیدم، ندیدم و نمیدونم، باشه؟ خانم دکتر من میگم چطوری بریم؟ یعنی اگه کسی ببینه چی؟ پسر جون همه چی رو من باید یادتون بدم، یکمون کلتون رو به کار بندازین دیگه، مثلا جوونین. آخه مگه تو الان دکتر نیستی؟ بردار مریضتو واسه عکس گرفتن چیزی ببر بیرون دیگه، باشه؟ نیسان جون من خیلی از لطفتون ممنونم، قول میدم هیچ وقت فراموشت نکنم. آی عزیزم، منم فراموشتون نمی کنم، ولی مراقب باشین عزیزای من، میبوسمتون. بریم. خانم دکتر درست به موقع اومد، یا باور کن هیچ کدوم اینا چیزی سر در نمیارن. میخواستم یه چیزی بپرسم، دخترمونو کی میتونیم ببینیم؟
اجازه بدین توضیح بدم. استرس دختر شما نسبت به قبلش یکم پیشرفت کرده، برای همین ما بهش دارو دادیم بخوره. الان خوابیده ولی چیز زیاد مهمی نیست، تا چند ساعت دیگه حالش خوب میشه، خیالتون راحت. خدا رو شد. خانم دکتر ما کی میتونیم ببینیمش؟ به زودی. کامینگ سون، یعنی همون زود. خدای چی دارم میگم. ببینید قربان، پرستار به دختر شما داروهاشو داده تا بخوابه. اگه براتون سوال پیش بیاد که چرا این کارو کردیم، باید بگم وقتی بدن آدما به خواب میره یه سری هورمونای نوروترانسمیتر ترشح میشه. اینم دقیقاً باعث میشه بدن ما برای بهبودی تعادل بهتری داشته باشه. سرعت بهبودی بدن یکم چیز میشه، خدا سریعتر خیرت میشه. بده خانم دکتر. اون چی بود؟ نوروتروت یه همچین چیزی گفتین. اون چی بود؟ چی میگی بابا؟ نکنه فوشه. نه بابا، آخه من چرا باید فوش بدم؟ اون فوش نبود. دوباره میگم اسمش نوروترانسمیتره. این نوروترانسمیترها با هورمونای بسیار کوچیکی که در داخل بدنمون وجود دارن ترکیب میشن و این ترکیب باعث ایجاد یه تعادل بین مغز و بقیه اندامای بدن میشه. این هورمونا خیلی کوچیکن ولی خیلی مفیدن. ببخشید خانم دکتر، یه سوال دارم. ما بالاخره نفهمیدیم این دخترمون مرضش چیه. آهای با شما هم خانم دکتر. دکتر بابا جونم سوال کرد، جواب بده دیگه. یه لحظه با اجازهتون برمیگردم. اینم که رفت. های مردی که داری دخترمو فراری میدی، فکر کردی زنده میذارمت؟ سب کن ببینم چطور جرأت کردی دخترمو فراری بدی؟ ها؟ بابا وایسا. اگر جورت سیر شدی ها؟ که تو میدونی با کی طرفی، میکشمت. نیازی نیست، خودم میکشم. من سلوی رو دوست دارم. عشقم چی کار میکنی؟ من بدون سلوی میمیرم. بزن دیگه، بزن از دست راحت شم. دختر بیا اینجا. نه نمیام. من جمالو ول نمیکنم. جمال آره؟ منو باش فکر میکردم منو دوست داری. پس همه چی دروغ بود ها؟ تو ساکت شو احمق. شلیک نکنی. وایسا یه لحظه صبر کنی. کسی نمیتونه جلوی عاشقا رو بگیره. نیسان چیزی نگو سینا. آقا رمزی گوش کنین. ازتون میخوام یه لحظه به کاری که میکنین فکر کنین. برو کنار دختر، تو از کجا پیدا نیسان شد؟ راست میگم، برو کنار بیا بینم. ولم کنین یه لحظه. تو رو خدا یه نگاه بندازین. این آدمی که در آینده قرار دامادتون بشه، ببینین اسلحه رو سمت کی گرفته؟ دخترتون. در صورتی که جمال اسلحه‌شو گذاشته روی شقیقه خودش. نگاه کنین، شقیقه خودش. حالا شما بگین کی لیاقت دخترتون رو داره ها؟ چی کار داری میکنی احمق؟ بیارش پایین. میخوای بکشیش؟ آخه داره فرار میکنه بابا، رسمش همینه. چه رسمی؟ چرا مزخرف میگی ها؟ هر کی اسلحه میگیره دستش فکر میکنه آدمه. اما اینا چی میگی تو؟ اما اگه نداره، تو این دختره رو دوست داری؟ چه ربطی داره آبجی؟ میخوایم ازدواج کنیم دیگه. میخوایم ازدواج کنیم. بگو ببینم سلوی قهوه‌شو چطوری میخوره؟ از کجا بدونم قهوه‌شو چطوری دوست داره؟ من که زن نیستم، اون میخواد درست کنه، هر طور که دوست داره درست کنه. همین شما روز جهانی زن رو جشن میگیرین، میگین زن‌ها مثل گل میمونن و از این حرفا، تا وقتی طرز فکرتون عوض نشه ارزشی نداره. آقا رمزی، با این که الان میبینم یه اسلحه گرفتین دستتون، من میدونم که شما دخترتون رو خیلی دوست دارین. نگاش کن، این لات بی سر و پا رو ببینین. لیاقت دختر شما اینه. ببینین جمال واقعا دخترتون رو دوست داره. من کنارش بودم، خودم دیدم چقدر همدیگه رو دوست دارن. بعدشم میدونه قهوه‌شو چطوری میخوره. کم شکر. این پسر دخترتون رو دوست داره، ولی این یکی اسلحه‌شو گرفته سمت دخترتون. اگه یهو شلیک میکرد و برای سر سلبی میومد چی؟ بیارش پایین. اگه یهو شلیک میکردی چی؟ بزن به چاک. بابا جون. خفش شو، دهن منو باز نکن. گم شو، برو نبینمت. بدو. سلوی بیا دخترم، بیا. بابا
واقعا ازت ممنونم فرزان. باور کن هیچ برنامه‌ای بهتر از این برای کردن روز مرخصیم نمیتونستم پیدا کنم. بعید میدونم اونقدری که فکر میکنی هیجان انگیز باشه. خیر باشه. نیسان بازم نمیدونم چی باید بهت بگم. هر چی میگم برعکسشو انجام میدی. همه چیو به هم میریزی ولی آخرش قصر در میری. ظاهرا استعداد تو هم اینه. دختر دلپاکی هم دیگه. منم یه سر باهاشون برم کلانتری. گرچه اتفاقی هم نیفتاد تا شب ولشون میکنه. باش برو. شب حرف میزنیم عزیزم. فعلا. چه خبر شده؟ همه چیز به هم ریخته بود؟ راست میگه. میبینم که فیلم اکشن بازی کردین. پلیس اومده. تو تعریف میکنی یا اینکه خودم بگم ها؟ راستش چیز دکتر، میدونین وقتی که من تعریف میکنم رشته کلام از دستم در میره، هیجان زده میشم. واسه همین فکر کنم بهتره شما تعریف کنین. باشه میگم. خلاصش میکنم. همه چیزایی که الان دیدین دست گل نیسان خانومه. البته یه بخش. یعنی چی؟ بذار واسط بگم. امروز یه مریض واسمون اومد. یه دختر جوان حدوداً 18 ساله. خانواده‌اش هم همراهش بودن. یه نامزد شارلاتان هم داشتن ولی دختره یکی دیگر رو دوست داشت. اونم روپوش دکتر پوشیده بود. نیسان پسر روپوش از کجا آورده بود؟ راستش خبر ندارم. حالا هرچی. یه لحظه من یهو فهمیدم این پسره همونی که روپوش پوشیده عاشق دختر است. وایساده میخواد سر فرصت دختره رو فراری بده. چی میگی؟ آره حالا هرچی. بعدش همه رفتن بیرون. من پیششون موندم. داستان زندگیشون رو گوش کردم. یه ذره‌ام تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر کردم گفتم بذار یه سوال کلیدی ازشون بپرسم. چه سوالی؟ به پسره گفتم دوست دخترت قهوه‌شو چجوری میخوره؟ اوه عجب سوال توپی. هر کسی نمیتونه بگه. جواب داد دیدم بلده. بعدش پرسیدم بازیگر مورد علاقه دوست دخترت کیه؟ اونم گفت. وقتی مطمئن شدم با خودم گفتم پسره عاشق دختر است. دخترم دوستش داره. گفتم نمیتونم کمک کنم. گیر دادن ولی گفتم به دکتر قول دادم. حالا اینا رو بیخیال. از اتاق در اومدم. اینجا داشتم با مادر پدرش صحبت میکردم. یهو دیدم اینا هم دست تو دست هم دارن زیرکی سعی میکنن فرار کنن. ولی بابای دختره یهو اونا رو دید. بعدش اینا رو هم دیگه اسلحه کشیدن. اما من مثل همیشه پریدم وسط. یه سخنرانی قشنگ واسهشون کردم و باباشو راضی کردم. خلاصه قضیه حل شد. خوب توضیح دادم. والله خیلی خوب بود. بزن بریم. خب برنامه‌تون واسه شب چیه؟ میریم خونه مراد. سو داره میاد و البته همسایه جدیدش. اوه چه رمانتیک. شما دخترم فقط غیبت کنی. چیزه شما دکتر سینان رو ندیدین؟ زود رفت خونه. آره دیدمش. فکر کنم کار داشت. زودتر میخواست بزنه بیرون. کجا رفته یعنی؟ نمیدونم. ماما جونم پسر. این وقت شب چی داری میبافی ها؟ خب دیگه وقتش رسیده. واسه نوام شال گردن میبافم. نوه؟ مگه قرار نوه داره بشی بابا حالا؟ واقعا که پسر نمیخوای نوه تاپال ماپال خوشگل واسه مادرت بیاری؟ آخه مامان جونم حداقل تو بس کن. من حتی این دختره رو درست نمیشناسم. بس کن دیگه. مگه چی شده؟ دختر به این گلی بعد از ازدواج بیشتر آشنا میشی. مگه من وقتی ازدواج کردم باباتو میشناختم؟ بولدوزو باش. مادرمو تسخیر کرده. مثل سیریش میمونه. این وقت شب کیه؟ تو بچین آروم باش. من باز میکنم. کی میخواد بیاد این وقت شب؟ سلام عشقم. علیکی سلام. اینا چی هن؟ چطوری اینا رو آوردی؟ نکنی داداشت اینجاست؟ نه رو زمین کشیدم آوردم. نیروی عشقمونه دیگه. بعدش هم تو میدونی من چقدر منتظر این لحظه بودم. اصلا ولش کن. بیا اینا رو بیار تو. خب مامانت خونه است؟ داخله. میوه عشقمونه نه؟ مامان جون عروست اومده.
پسره تو دبیرستان یادته؟ آره یادمه، خیلی بامزه بود. همیشه وقتی تنها میشدیم سر میرسید. یادش به خیر، عجب روزایی بود. خیلی قشنگ بود. آره واقعا خوب بود. یادته با اکیپ انگینینا رفتیم سینما؟ آره مگه میشه یادم بره؟ عجب فیلمی بود. اون روز چقدر خندیدیم. خیلی خوش گذشت. آره. نیسان تا یادم نرفته اینو بهت بدم. دیشب لای در خونه گذاشتم. ما بریم. زود باش بریم. بیا بریم. میبینمه. این دیگه چیه؟ تبلیغاته. مانیکور پدیکور. خاله آیلا فنجون من از فنجون تو خیلی خوشگل تره. کاملا حق با شماست خانم کوچولو. بله. دخترم از اینکه خاله آیلا و عمو فرزان اومدن خوشحالی؟ میشه یه لیوان دیگه چای بریزی بابا جون؟ گارسون منم خانم کوچولو. یه لحظه. خب بفرمایین پرنسس. خیلی ممنونم آقا فرزان. آقا فرزان. دخترم امشب یکی از دوستامم میخواد بیاد. میخوام با همدیگه آشناتون کنم. نکنه عمو سینان میاد؟ نه سینان نیست. من تازه میشه گفت که یکی از دوستای مهمم محسوب میشه. منم مهمتره. نه عزیزم آخه مگه میشه؟ از تو مهمتر مگه داریم؟ هیچ کس از دختر من مهمتر نیستش. فکر کنم اومد. در این قسمت از مستند حیوانات توجه شما را به دیدن پرنده‌ای عجیب جلب می‌کنم. نرهای این نژاد برای تحت تاثیر قرار دادن جفت خود آشیانه‌های بزرگ درست کرده و داخلش را با سنگ‌های مختلف تزیین می‌کنند. او سعی می‌کند با خانه‌ای که ساختنش حتی ممکن است چندین از سال پرنده هم کمتر. پرنده ماده برای خودش پیدا کند. با اینکه پرهای رنگارنگی ندارد ولی می‌تواند سلام. دوستان ممنون. سفدا. ممنونم. دخترم ببینین خانم محترم خاله سفدا هستش. خب تو آپارتمان ما میشینه. تازه با هم آشنا شدیم. این خانم خوشگله دیگه کیه؟ عزیزم ببین خاله سفدا یکی از دوستای قدیمی منه. میدونستی؟ خیلی کاراش خنده داره. من و دوستام همیشه زود به زود دور هم جمع میشیم با هم مهمونی میگیریم. میخوای یه روز ستایمون با هم دیگه مهمونی بگیریم؟ چطوره؟ موافقی؟ نظرت چیه خاله سفدا؟ تو هم میای؟ البته که میام. خوشحال میشم. دوست داری؟ ها؟ فکر بدی نیست. بگیرش. این واسه منه. خدا کنه خوشت بیاد. من خیلی دوستش دارم. بازش کن عزیزم. خیلی دوستش دارم. دخترم نمیخوای از خاله سفدا تشکر کنی؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم.
یعنی چی؟ تو فیلم ها که میشه. کی بود؟ کسی نیست. میترسم. داریم میافتیم. یه کاری بکن. نترس، هر دومون نجات میدم. من عاشق فیلمای کلاسیکم. به نظرت یه کلاسی خاصی ندارم؟ باشم زنده. خیلی خوبه. خیلی. عزیزم خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. 30 متره. موفق میشیم عزیزم. من نجاتت میدم. میترسم بیافتیم. کمکم کن. تا آخر عمر دوست دارم. منم دوست دارم عزیزم. خسته شدی؟ نه بابا خسته نشدم، فقط چکش کردم همین. گفتم اگه چیز مهمی باشه ایمیل میدن دیگه. چرا باید خسته شم؟ فیلم به این خوبی یعنی کلاسیکه. در میزنم، برم باز کنم. نه وایسا، استوپو نزن، بشین نگاه کن عزیزم. باشه نیسان، خیر باشه. واقعا هم یه کار خیلی خیر دارم. راستش دکتر، من تنها تو خونه نشسته بودم. بعدش به خودم گفتم یه کیک بپزم. عرضم به حضورتون موادش رو نگاه کردم، دیدم یه چند تا چیز تو خونه ندارم. یادم رفته وقتی میام از سوپرمارکت خرید کنم. آدمی زاده دیگه، حتی میتونیم بگیم نیسانه دیگه. خنده دار بودا. باشه شایدم نبود. بعدش من با خودم گفتم من مگه همسایه ندارم؟ گفتم بذار برم از همسایه هم چند تا چیز بگیرم. مگه نه همسایه؟ سینان کی اومده؟ منم. خیلی خوب، بگو چی لازم داری؟ ها؟ برای کیک دیگه چی لازم داری؟ بگو بهت بدم. باشه میخونم. تخم مرغ، شیر، آرد وانیل، قالب کیک. آشپزخونه؟ چی؟ آشپزخونه؟ معلومه میخوای تو آشپزخونه من درست کنی دیگه. نه میتونم تو خونه خودم درست کنم، ولی اگه اصرار کنین اینجا هم میتونم درست کنم. نه اصرار نمی کنم. منتظر باش، چیزی که میخوای برات بیارم. باشه؟ بگیر ببینم. قالب کیک هم دارین؟ باشه پس من میرم بالا، کیکو میپزم، بعدش واسه تون میارم نظر بدین. باشه منتظرم. باشه من برم. نیسان یه لحظه، این واسه توه. نه واسه من نیست، همچین چیزی ندارم. یعنی چی همچین چیزی نداری؟ ببین دقیقا خوراک خودته ها؟ تازه واحد روبرویم سایز پاش این نیست عزیزم. نه واسه من نیست، از اینا ندارم. باشه فعلا میبینمت. عجب بویی داره.
کی پله رو گذاشته اینجا؟ سینان خوابیدی؟ نه نخوابیدم. یکم سرمو گذاشتم ببینم خوابم میاد یا نه، ولی نه نمیاد. واقعا که سینان میگفتی خاموشش میکردم، چه میدونم یه چیز دیگه میدیدی. من برم در باز کنم. نیسان دادا کی اومده سینان؟ من اومدم عزیزم، داد نزن. تو؟ خب واسهتون کیک پختم، چون موادشو شما دادین گفتم براتون بیارم با هم بخوریم. واسه همین بگیر عزیزم. نه من شیرینیجات نمیخورم، مخصوصا 8 به بعد. هرچی باشه باید مراقب اندامم باشم. به نظرم تو هم بهتره مراقب باشی، بد نیست. بی خیال بابا، با کیک که چیزی نمیشه. یه گاز بزن، خوشمزه است. بیا. نمیخوام نیسان جون، اصلا میل ندارم. آی آخه اینجوری نمیشه که، باید یکم قند بخوری مثل من بامزه شی. فقط یه گاز بزن، یه گاز. نمیخورم نیسان جون، تکونش نده. بخور دختر خوب، بخور. ازگه جون یه گاز بزن دیگه، بین شما خسته شدم، خواهش میکنم. بخور دیگه، چیزی نمیشه. بفرمایید این واسه شماست. ممنون نیسان جون. حالا همگی با هم دیگه کیکمون رو نوش جون میکنیم. نیسان خیلی خوب شده. داشتم خفه میشدم. چرا اینقدر تعجب کردین؟ آخه نیسان هرچی باشه میدونم تو آشپزی زیاد با استعداد نیستی. نه ببینید دکتر، کیک یه طرف، آشپزی کردن یه طرف. کیکو خیلی دوست دارم، بعدشم تعریف از خود نباشه عرضه پختشم دارم. خب دیگه بهتره من برم، یه شب دیگه میام فیلم میبینیم. به نظرم زودتر بگیر بخواب، میدونی که فردا 6 صبح پیاده روی داریم. یه وقت نپیچونی. باشه حتما. پس چیزه، منم برم. راستی ببخشید میپرسم، تو کدوم پارک پیاده روی میکنی؟ همونی که کنار ساحله. از فردا میخوام ورزش کنم. من واسه یه چیز پرسیدم. عجب تصادفی، منم صبح ورزش میکنم، مخصوصا فردا رو. واسه همینم گفتم اگه شد شاید فردا ببینمتون. من دیگه برم، بیشتر از این آقا سینانو هرس ندم، مگه نه؟ بهتره دیگه برم. بگذریم، کیکم نوش جونتون باشه تا آخر بخورینش. شب بخیر. نیسان دست درد نکنه، عالی شده. عجب کیک خوشمزه یا. تا بردمش تو تختش خوابش برد، خسته بود. سفدا کجاست؟ ظرفا رو برد آشپزخونه، شاید داره میشونه. ای بابا. مراد میخواد یه کار خوب انجام بده، چیزی نکن. خب به نظرتون چطوره؟ به نظر من که خیلی خوبه. همه چیز عالی پیش رفت، خیلی خوب تونست با سو گرم. آره منم همین حسو کردم. بچه ها خیلی ازتون ممنونم، خیلی مضطرب بودن شما خیلی کمکم کرد. ما که کاری نکردیم مراد، وظیفمونه. فرزان ما هم کم کم بریم. امشب کشیک دارین؟ امشب نوبت شماست؟ به خدا نمیدونم چطوری تشکر کنم. یادم بندازین یه شب شام مهمونتون کنم. خب من اینا رو میبرم آشپزخونه، بعدش بریم. باشه تو نگران نباش. دارم میگم کم مونده، بعد جوری نرم شده. خب باشه دیگه، این وقت شب بهم زنگ نزن، لازم بود خودم زنگ میزنم. باشه عزیزم، منم میبوسمت، به همه سلام برسون. خدافظ. خواهرمه زنگ زده بود، یکم فضوله.
دنبالم نه. پیدات میکنم نیسان، هر جا بری دنبالت میام. پیدات میکنم. نمیتونی فرار کنی. هر کاری میخوای بکن، بالاخره پیدات میکنم. کابوس بود. چجوری از دستش خلاص بشم؟